سلام بچه‌ها، من کیوانم و امروز میخوام با هم دیگه یک کباب تابعی با طعم خود گوشت درست کنیم و زیاد عملا تغییراتی توی طعم گوشت ندیم. عملا اون طعم اصیل خود گوشت رو داشته باشیم. من اینجا فلفل قرمز اضافه میکنم به گوشتم، پاپریکا و روغن زیتون. نمیدونم چرا بچه‌ها گذاشتن، احتمالاً می‌خواستن بگن ما هم از این روغن زیتون گرونا داریم. و فلفل سفید، میکس فلفل که این هم باز من چون تو خونه دارم استفاده میکنم، فلفل سیاه و نمک. چیز دیگه نیاز نداریم. شما اگه فلفل سفید یا میکس فلفل ها رو نداشتید نیازی نیست. زردچوبه هم باز بچه‌ها اضافه گذاشتن اینجا، نیازی بهش نداریم، من اضافه نمی‌کنم به گوشتم. و برای 2 بسته گوشت یه پیاز بزرگ و یه پیاز کوچیک دارم استفاده میکنم. تقریبا این 2 بسته گوشتم برای 3 نفر اوکیه. من اول پیازم با دنده ریز رنده میکنم و اون صافی که گذاشتم برای اینه که بعد از این که رنده کردم تفاله پیاز رو بگیرم به گوشتم اضافه کنم و آبش رو جدا کنم. آب پیاز خیلی زیاد میشه و عملا گوشت وا میره. حالا هم برای کباب کوبیده روی زغال نباید آب اضافه کنیم، برای تابعی هم میشه اضافه کرد ولی یکم بافت گوشت از هم باز میشه و من اضافه نمی کنم. یه سری سبزیجات گذاشتم استفاده کنم، مثل کلم بروکلی، قارچ و گوجه که همه اینا قراره بعداً با گوشتمون بپزه. کلم بروکلی واقعا طعم خوبی میگیره. گوشتمون از قلبگا و سردست گوسفندیه و همین دیگه. بریم که حالا فعلا این قسمت رو رد کنم. بعد از اینکه پیاز رنده شد، من یه تیکه‌های درشتی که از پیاز مونده بود جدا میکنم، چون این نیا تو گوشت وقتی پیاز دونه درشتش باشه خب میاد با طعم گوشت عوض میکنه وقتی که داریم غذا رو میخوریم. اگه هم بعد بخوایم رو زغال درست کنیم که خب اصلا پیاز میسوزه. همونطور که گفتم آب پیاز میگیرم و خود تفاله رو فقط اضافه میکنم به گوشتم. بازم هر تیکه اضافی که مونده باشه، تیکه درشت باشه، سعی میکنم جدا کنم و تفاله رو به گوشت اضافه میکنیم. یه مقدار پیاز رو با گوشت مخلوط میکنم و دیگه الان وقتشه که برم سراغ اضافه کردن ادویه ها. فلفل قرمز رو اضافه میکنم. عملا من میزان خاصی برای زدن ادویه ها ندارم، همه چیز برام دستیه. اون چیزی که حالا تجربی و حالا به ذائقه ما و من و دوستانم که حالا با هم دیگه قرار غذا رو بخوریم اضافه میکنم. پاپریکا خب تندی که نداره، طعم عطر داره، حالا هر چی زدین مشکلی نداره، بعدن طعم غذا رو اونقدر تغییر نمیده. فلفل سفید، میکس چند فلفل و زردچوبه هم بچه‌ها تلاش کردن جدا کنن از اون ظرف ولی جدا نکردن. یه مقدار نمک و فلفل سیاه که اضافه شد. تقریبا این کار انقدر انجام میدم این مدل هم زدن گوشتا که دیگه تمام مواد داخلش اضافه شه. همینجوری که دارم هم میزنم تلاش میکنم گوشتم رو بکوبم که یه بافت یه دست بگیره. حالا میبینیم در انتها انقدر گوشت رو میکوبیم. الان وقتی بخوایم گوشت رو بلند کنیم خب تیکه تیکه جدا میشه از توی ظرف. بعد انقدر هم بزنیم که یه بافت یکسان و بعدم بزنیم که دیگه کامل یک دست بشه. برای ویدیو بعدی هم تلاش میکنم که یه دستکش بهتر بگیرم. بیچاره شدم با این دستکش. ممنون میشم من حمایت کنید. این اولین ویدیومونه. یه روز تعطیل که قرار بود با 2 تا از دوستام با هم دیگه غذا درست کنیم، دوربین رو بس کردیم و تلاش کردیم که این کار رو انجام بدیم و برای اولین بار یه ویدیو بدیم بیرون.
ممنون میشم ما رو دنبال کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک کنید این ویدیو رو و از من حمایت کنید. من هم تلاش میکنم تمام غذای خوشمزه‌ای که دوستام گفتن خوشمزه است و پرطرفدار بوده بین دوستامو براتون درست کنم. اینجا تقریبا دیگه مخلوط شد اون مواد ادویه‌ای که زده بودیم و پیاز. من گوشتم انقدر زدم که ببینید که بافت یک دست گرفتن. وقتی گوشت رو بلند کنم کامل یه جا میاد بالا. یه پلاستیکی چیزی میکشم روش که اکسیده نشه و بریم برای 1 ساعت 1 ساعت و نیم تو یخچال. 1 ساعت 1 ساعت و نیم گذشت، از یخچال در آوردم. همونجور که می‌بینید به صورت خیلی حرفه‌ای دارم گوجه قاچ میکنم. یه تعداد گوجه اینجوری میبریم، اینا رو قرار تو مایتابه بذارم. قارچا رو من یکم کوچیک کردم، 3 تیکه کردم، نیازی نیست به نظرم هم قارچا سایز بزرگ نصف بشه بسته، چون بعد که پخته میشه. روغن خیلی کم میزنم چون خود گوشتمون چربه و روغن میندازه، در حد اینکه فقط یه مقدار کف مایتابه چرب بشه. به این شکل گوشت رو پهن میکنم کف مایتابه و تا میشه تلاش کنم من که هم مایتابم به نسبت حجم گوشتم به نظرم کوچیک بود، 1 دست بشه حجمش و به این شکل هم برشش بزنیم و این هم سبزیجات خوشمزه که فوق‌العاده میشه وقتی با خود چربی گوشت میپزه، فوق‌العاده خوشمزه میشین. من واقعا مایتابم کوچیک بود و بهتره که حالا برای ویدیوهای بعدی مایتابه بهتری بذارم. همونطور که این شعله رو تا میشد کمترین حالت ممکن گذاشتم و بعد از 30 دقیقه میبینید که کاملا هم قارچ آب انداخته هم خود گوشت چربیش اومده تو مایتابه. یه دور این رو کردم، یه دورم این آلت باز شدنش از هم درست کردم و دوباره بعد از نیم ساعت یه دور دیگه میچرخونمش. همونجا که ببینید هیچ روغنی اضافه نکردم دیگه، همون یه ذره بود، هرچی هست داره با آب خود گوشت و آب قارچا میپزه. شعلم در کمترین حالت ممکنه. میریم دوباره برای نیم ساعت دیگه. یه مقداری اینجا شعله رو زیادتر کردم، خیلی کم. نهایی آخرین مرحله که دیگه درست شد، جای شما بسیار خالی بود، خیلی خوشمزه شد. امیدوارم لذت برده باشید و اگه دوست داشتید که کبابای دیگه، غذای دیگه که بلدم رو درست کنم واسم کامنت بذارید، حتما این کار رو انجام میدم و با هم دیگه درستش میکنیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.